بچه‌های دو جوانمردی که میبینین در سرحد خمون از دنیا چشم پوشیدن، این ایارا وطن دوست میگن برادرو. همیان با مثل ما و شما جوانمرد بدن، در دیلشون آرزو داشتن که زن گیریم، خونه کنیم، ماشین گیریم، فرزنددار شیم، نه که برای تنجی و آرامی وطن، برای پدر مادر جان خود را از دست دادن. خداوند بهش را برایتون نصیب گردانه. پگاه در نماز جمعه دختون دعا میکنم، براتون خرما صدقه میکنم انشاءالله. شما هستین که ما در ملک غریبی میگردیم، در وطن ما پدر مادرمون فرزندمون تنج آرام زندگی میکنن. الله مهربان در پاتون خور نزنه سربازای وطن. هر کجای باشین خداوند نگهبانتون باشه. شما هستین که وطن ما تنج آرام است. الله نگهبانتون باشه. امروز روزی سعید جمعه، مسجد الحرام رفته سیم. انشاءالله دعا میکنیم برای اون شیر بچه‌هایی که در سرحد جان دادن، او شهیدایی که امروز برای حفظ مرز وطن، برای حفظ ناموس و ننگ وطن ملت تاجیک جانسوری کردند، در خط سرحد بودند، رقابت کردند با دشمنی که امروز میخواست داخلی وطن عزیز ما شوه و آرامی وطن ما را ناتنجی کنند و کشته شدند. الله به عزیزاشون صبر جمیل تیا. از درگاه الله تمنا داریم که شهیدی برادرها را قبول گردانه، زیرا این برادرها در برای حفظ ناموس و ننگ ملت تاجیکی ما جان دادن. یک بار تصور کنیم پروسا که اگر هوایا در خط سرحد نباشن، همین خدمتچیای وطن در خط سرحد نباشن، همین صلح وطن ما چند قدم اومده. هوایا خدمت کرده سیان که ما امروز در غریبی ها دل ممخور رای که وطن تنج آباد کار کرده گشتیم و گفتیم گفت که ای پس بیزنس ها ای پس زندگی مونه. اگر ویا نباشن که یگان تایم آرام نمیتونیم در جای ساده. همین روز خودش بلد میگیریم میزنیم میریم وطن. عزیزان و فرزندامون که وطن گفتیم گفت زن و فرزندامون نگاه کنیم. بیایم برای همین قگا پیزیاتی نزده دعا میکنیم براشون. اینا در روز جمعه در نماز جمعه سالگیم الله جاشون جنت و فردوس گردانه و با پدر و مادر و با نزدیکاشون و با عزیزاش الله صبر جمیل تیا و الله وطن ما رو تنج آباد نگه داره. آمین. بهر برگ تاریخ زرین تو، بنام آورانی زمانت قسم، بختلان و بلخ و بدخشان تو، بخوجند و هم زرفشانت قسم، بپیرانی با علم و کان حیا، بفردای نسلی جوانت قسم. قسم قسم بنامت قسم ای وطن